السلام علیکم خوانندگان عزیز. درس نوبتی ما از فن متماتیکا برای خوانندگان صنف یکم. ترتیب دهنده معلم صنف‌های ابتدایی میلوجان فیض‌دینov. موضوع امروزی ما حل مثال‌های 12 و 16 صفحه 131. دوام موضوع مسئله‌های ترکیبی. سنجشی وظیفه خانگی. خوانندگان با شمایان وظیفه مثال 11 با جای کتک خالی عددی لازمه را گذاشته قیمت افاده و یافتن داده شده بود. بیایید در یک جایگی میسنجیم. با عدد 20 کدام عدد را جمع کنیم حاصل جمعمون 28 میشه. بله خوانندگان عزیز، عددی 8. از عدد 28 کدام عدد را طرح کنیم حاصل طرح همون 20 میشه. بله خوانندگان عزیز، عددی 8. از عدد 59 کدام عدد را طرح کنیم قیمت افاده 50 میشه. بله خوانندگان، عددی 9. با عدد 50 عدد 9 را جمع کنیم حاصل جمعمون 59. با عدد 80 عددی 8 را جمع کنیم قیمت افاده‌مون 88. از عدد 88 کدام عدد رو طرح کنیم حاصل طرحمون 80 میشه. بله، عددی 8. خوانندگان عزیز، وظیفه خانگی شمایان هم مثل در اکران بوده باشد. درست است. آفرین. مثال 12 صفحه 131. در یک ستون حاصل جمع عددها را در ستون دوم حاصل طرح عددها را نویسید و قیمت آنها را یابید. یعنی با یک ستون حاصل جمع عددها با ستون دیگر حاصل طرح عددها را نویسید. حاصل جمع حاصل طرح. آفرین خوانندگان عزیز. اکنون حل کنید. آفرین خوانندگان عزیز. اکنون در یک جایگی میبینیم. درست حل کردید یا نادرست؟ با عدد 45 عدد 40 رو جمع کنیم حاصل جمعمون 85. آفرین. با عدد 35 عدد 10 رو جمع کنیم حاصل جمعمون 45. با عدد 34 عدد 20 رو جمع کنیم حاصل جمعمون 54. با عدد 46 عدد 30 رو جمع کنیم حاصل جمعمون 76 میباشد. از عدد 67 عدد 10 رو طرح کنیم 57. آفرین. از عدد 48 عدد 20 رو طرح کنیم قیمت افاده‌مون 28 میباشد. از عدد 55 عدد 20 رو طرح کنیم قیمت افاده‌مون 35 برابر است. از عدد 99 عدد 60 رو گیریم طرح کنیم قیمت افاده‌مون 39 میباشد. خوانندگان عزیز، مثال های زیرین رو با دفترتون خوشخط نویسید. جواب مثال ها رو یابید. با عدد 60 عدد 12 رو جمع کنیم. بله خوانندگان عزیز، 72 می باشد. از عدد 97 عدد 7 رو طرح کنیم
آفرین خوانندگان. و 90 برابر است حاصل تفاهم. از عدد 58 عدد 40 رو طرح کنیم. حاصل تفاهم چند می شود؟ آفرین خوانندگان. 18. با عدد 20 عدد 14 رو جمع کنیم. حاصل جمعمون با چند برابر است؟ بله خوانندگان عزیز، با 34 برابر است. مسئله 14. شرط مسئله رو خوانید و حل کنید. حالا ما این طبق است. آفرین خوانندگان عزیز. جواب 20 متر، یعنی در بند 20 متر گازوول باقی ماند. مثال ها را فهمانده حل کنید. بیایید در یک جایگی حل میکنیم. با عدد 45 عدد 10 رو جمع کنیم. 55. از عدد 55 عدد 20 رو طرح کنیم. حاصل طرح همون 35. با عدد 35 عدد 30 رو جمع کنیم. حاصل جمعمون 65. از عدد 65 با عدد 65 عدد 20 رو جمع کنیم. حاصل جمعمون 85. از عدد 85 عدد 50 رو طرح کنیم. حاصل طرحمون 35. با عدد 35 عدد 30 رو جمع کنیم. حاصل جمعمون 65. از عدد 65 عدد 10 رو طرح کنیم. حاصل طرحمون آفرین خوانندگان عزیز با 55 برابر است. وظیفه خانگی مثال 16. با جای کتک خالی اشاره لازمی رو گذارید.